یهودا اسخریوتی یا یهودای اسخریوتی یکی از حواریون حضرت عیسی مسیح علیه السلام بود که جایش را به دشمنان لو داد. کمک به دستگیری حضرت عیسی مسیح علیه السلام. بنابر کتاب مقدس و باور مسیحیان، یهودا یکی از 12 حواری حضرت عیسی مسیح علیه السلام با دریافت 30 سکه نقره جای مسیح را به حاکمان روم لو داد. آنان نیز مسیح را به طور دردناکی به صلیب کشیدند. در کتاب مقدس و در انجیل متی درباره یهودا آمده است که وی به زودی از کارش پوزش خواست و پس از بازگرداندن 30 سکه نقره خود را به دار آویخت. مسلمانان معتقدند در لحظه‌ای که رومیان در تدارک مصلوب کردن حضرت عیسی مسیح علیه السلام بودند، یهودا به اذن خداوند به عیسی شبیه شده و رومیان او را به اشتباه به جای حضرت عیسی مسیح علیه السلام مصلوب کردند و بنابراین حضرت عیسی علیه السلام مصلوب نشده و به آسمان رفته و زنده است. از پست‌ها، لایک‌ها و کامنتاتون نظر تشکر و سپاس و قدردانی رو دارم. سابسکرایب یادتون نره و کلید زنگوله رو هم فشار بدید تا از ویدیوهای آینده و ما مطلع و آگاه باشیم. ممنون و با تشکر.